سلام تماشابینان گرامی، خلاصه خبرهای مهم 15 اپریل تاجیکستان و منطقه را از پایگاه خبری بامداد برایتان پیشکش میکنیم. شروع میکنیم از یک نگاه کوتاه به سرخط خبر مهم روز. در این برنامه برکناری رئیس شاه منصور و ایثار و منصب نو جیان پرزیدنت، حمله ایران به خاک اسرائیل با درون و موشک‌ها، سراج الدین موردین از بین منصبداران تاجیک اولین شده مسئله شکنجه تاجیک‌های متهم به حمله تروریستی را برداشت. پاتریارخ کیریل از تاجیکان خواست که دین و فرهنگ روس را بیچون و چرا احترام کنند. بازداشت شهروند روسیه در فرودگاه الماتا برای جلب تاجیک‌ها به جنگ. و اکنون تفصیلات خبرها. پرزیدنت تاجیکستان امامعلی رحمان روز 15 اپریل سال 2024 در هیئت حکومتش با چندین تغییرات کادری به عمل آورده، از جمله رئیسان شهر ایثار و نایه شاه منصور شهر دوشنبه را عوض کرد. با فرمانهای پرزیدنت بلال ابراهیم با سبب به کار دیگر گذاشتن از وظیفه رئیس نایه شاه منصور برکنار و به جای او عالمزاده سفر اجرا کننده وظیفه رئیس نایه پایتخت تعیین شد. درباره به کدام کار دیگر گذاشتن بلال ابراهیم یگان معلومات داده نشده است. اسم بلال ابراهیم 2 سال پیش در رابطه با جنجال بازداشت و به سالهای طولانی زندان محکوم شدن ژورنالیستان دلیر امامعلی و عبدالله غربتی ورد زبان شد. این دو ژورنالیست جوان را محض بعد نشر گزارش‌های تنقیدی از نایه شاه منصور مقامات حفظ حقوق امین نایه دستگیر و به ضدشان پرونده گشودند. اما در حالی که سبب برکناری بلال ابراهیم در فرمان پرزیدنت با سبب به کار دیگر گذاشتن گفته شده است، امامعلی رحمان قاسم رهبر را از منصب شهرداری ایثار بدون یگان شرح و بعد همگی 2 سال کارش در این مقام برکنار کرد. قاسم رهبر از وظیفه رئیس شهر ایثار آزاد کرده شود. کوتاه گفته شده است در متن فرمان پرزیدنت سبب با چنین طرز و به وعده به کار دیگر گذاشتن برکنار کردن قاسم رهبر فعلا 60 ساله که از اعضای سابقه دار تیم امامعلی رحمان به شمار می رفت معلوم نیست. به جای او نصیرزاده جبار اجرا کننده وظیفه رئیس شهر ایثار تعیین کرده شد. جبار ناصرزاده تا امروز معاون یکم وزیر کشاورزی تاجیکستان بود. ناصرزاده 15 میلیون سال 1971 در جماعت دربت نایه ایثار به دنیا آمده. سالهای زیاد باعث بوغالتر اقتصادچی در سفخوز به نام دزرژینسکی کار کرده است. او سال 2010 در سن 39 رشته اگرونومی دانشگاه کشاورزی تاجیکستان را ختم کرد و سال 2016-2019 سردار ریاست کشاورزی ایثار و سال 2019 معاون اول وزیر کشاورزی بود. جبارزاده در قریب 10 سال آخر نخستین کادر خود ایثار است که به مقام شهردار می رسد. سالهای آخر رهبری شهر ایثار را زادگان خوجند، شریف جان جمعزاده و قاسم رهبر در دست داشتند. 2 سال پیش در یک حسابات بانکی در شویتزاریا 9 میلیون دلار داشته قاسم رهبر آشکار شده بود. خود قاسم رهبر در مصاحبه با خبرنگاران نشریه SSR این را تصدیق کرد، ولی گفت که گویا خود او از اصل گپ بیخبر یک قلاب انگام تبعات وی در شویتزاریا از نامش در بانک حساب گشوده به اون 9 میلیون دلار گذرانیده است. امامعلی رحمان روز 15 اپریل سال 2024 با امضای قرارهای حکومت همچنین نعیمی علمخان قادریان را با سبب به کار دیگر گذاشتن از وظیفه معاون دیرکتور اگنتی سغورته اجتماعی و نفقه نزد حکومت تاجیکستان آزاد و به جای او جلالزاده فردوس محمد مراد را به این مقام تعیین کرد. همین طور وکیل پارلمان رحمانزاده زویر فیضلی رکتور دانشگاه تکنولوژی تاجیکستان و رحمان اسلام الدین خیرالدین سردار خدمات ضد انحصاری نزد حکومت تاجیکستان تعیین گردیدند. اسلام الدین رحمان که همگی 41 سال دارد و پسر برادر فقید پرزیدنت نورالدین رحمان است، تا چند ماه پیش رئیس نایه دنقره بود. شب 14 اپریل سال 2024 ایران بار اول بی‌واسطه از قلمرو خود خاک اسرائیل را هدف حمله گسترده با استفاده از هواپیماهای بی سرنشین و موشک‌ها قرار داد و حساب جانب اسرائیل ایران به سوی این کشور بیش از 300 درون موشک زده است. جانب ایران تا کنون حمله‌هایش را رسما نتیجه گیری نکرده است، ولی جانب اسرائیل ادعا دارد که همراه متحدانش اساساً امریکا و بریتانیا کبیر توانسته است 99% درون‌ها و موشک‌های ایران را سقوط بدهند
و در نتیجه به اسرائیل و ساکنانش آسیب اندکی رسیده است. سروزیر اسرائیل بنیامین نتانیاهو حتی با تنتنه اعلام کرد که اسرائیل حمله ایران را زده گرداند و در این مناقشه غالب خواهد کرد. نماینده ارتش دفاع اسرائیل دانیل هاگاری نیز در نشست خبری زده گرداندن 99% درون و موشک‌های ایران را کامیابی خیلی چشمگیر استراتژی نامید و گفت شماره از این موشک‌ها و درون‌ها را از قلمرو عراق و یمن به سوی اسرائیل پرتاب کردند. وزیر مدافع اسرائیل یوآف گالانت در پی انجام ارزیابی وضع با منصبداران بلندپایه وزارتش گفت همراه امریکا و دیگر شریکان ما توانستیم قلمرو دولت اسرائیل را حمایت کنیم. ایران درون‌ها و موشک‌ها را به طرف اسرائیل نو شب 13 اپریل پرتاب کرد ولی تا رسیدن آنها تا قلمرو اسرائیل چند ساعت گذشت. در اظهارات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران که شب 13 اپریل نشر شد گفته می شد که به این عملیات وعده صادق نام ماندند و این عملیات در پاسخ به جنایت‌های اسرائیل یعنی حمله روز 1 اپریل اسرائیل به بخش کنسولی سفارت ایران در دمشق پایتخت سوریه که 13 نفر از جمله 7 تن از فرماندهان و نظامی سپاه را کشته به جا گذاشت عملی کرده شد. شورای امنیت سازمان ملل شام 14 اپریل مسئله حمله ایران به اسرائیل را بررسی می‌کند. نماینده مالتا در سازمان ملل که کشورش ریاست دوره شورای امنیت را در دست دارد گفت این جلسه با تشبث اسرائیل دعوت کرده می شود. ایران نیز به نوبت خود برای شورای امنیت نامه فرستاده اظهار داشته است که به خاطر دفاع از خود بر اساس بند 51 آیین نامه سازمان ملل و در پاسخ به حمله‌های حربی به تکرار اسرائیل عمل کرده است. بند 51 آیین نامه سازمان ملل به کشورها حق کامل می‌دهد که در صورت حمله مسلحانه به قلمروشان از خود دفاع کنند. در اظهارات نمایندگی دائمی ایران در سازمان ملل گفته شده است که مسئله را میتوان حل شده ارزیابی کرد. این اشاره را میتوان به معنای قبول کرد که ایران در فکر ضربه های از این بیشتر به ضد اسرائیل نیست، اما با یک شرط: اگر اسرائیل باز یک اشتباه صادر کند پاسخ ایران باز هم شدیدتر خواهد بود گفته می شود در اظهارات. در همین حال پرزیدنت امریکا جو بایدن اظهار داشت که روز 14 اپریل برابران گروه G7 تشکیل جلسه می کند تا که پاسخ یگانه دیپلماتی به حمله گستاخانه ایران تهیه کنند. G7 7 کشور از لحاظ صنعتی پیشرفته دنیا امریکا، فرانسه، آلمان، بریتانیای کبیر، ایتالیا، کانادا و ژاپن را متحد می کند و اما خطای حمله ایران را روی راست محکوم نکرد. جانب‌ها را تنها به خویشتن‌داری دعوت کرده است. به دلیل تشنج وضع بسیاری از کشورهای خاورمیانه از جمله اردن، لبنان و عراق که در مسیر پرواز درون‌ها و موشک‌های ایران به سوی اسرائیل قرار دارند، همچنین خود ایران و اسرائیل حریم هوایی خود را برای پروازهای هواپیماها بستند. رهبر کلیسای پروسلاوی روسیه در سخنرانیش به استقبال آغاز مطالعات بین المللی ایوان که 12 اپریل سال 2024 در دوشنبه آغاز یافت گفت که روسیه درهای خود را برای ساکنان تاجیکستان گشوده به نوبت خود از آنها احترام بیکم و کاست به دین و فرهنگ روس‌ها می‌خواهد. روسیه درهایش را برای ساکنان سرشمار تاجیکستان گشوده از آنها احترام بیکم و کاست نسبت به فرهنگ روسی و مذهب پروسلاوی را تقاضا دارد، همان گونه که عین چنین احترام پایدیوار حضور کلیسای پروسلاوی روسیه در سرزمین تاجیکستان است. اظهار داشت رهبر روحانی پیروان مذهب پروسلاوی. او تاکید کرد که همکاری کلیسای پروسلاوی روسیه با مسلمانان در شرایط امروزه که برخی قوه‌ها تلاش دارند تا بین روسیه و تاجیکستان تخم نفاق و جدایی بکارند اهمیت بیشتر پیدا می‌کند. او گفت امروز ما شاهد کوشش‌ها برای کاریدن تخم نفاق و جدایی بین خلق‌های ما شده ایم. گروه‌های مختلف خود را در پشت شعارهای دینی پنهان کرده دست به جنایت‌های دهشتبار می‌زنند و می‌خواهند که جمعیت‌ها را جدا کرده آدمان را ترسانند. رهبران مذهب باید تروریست‌ها را بدون چون و چرا محکوم کرده نگذارند که آنها دین را همچون سلاح به کار برند. اپارخه این کلیسا در دوشنبه روز 12 اپریل در دانشگاه اسلاویانی تاجیکستان و روسیه اینک بار ششم مطالعات بین المللی ایوان را برگزار کرد.
بعد حمله خونین روز 22 مارت سال 2024 در تالار کنسرت‌های کروکوس سیتی هال در کنار شهر مسکو که 145 کشته به جا گذاشت، پاتریارخ کریل علاقه چندین دفعه به موضوع مهاجران دخل کرد. او قبلا از مهاجران خواسته بود که زبان روسی و عنعنه‌های رایج در روسیه را از بر کنند. روز 24 مارس سال 2024 همگی 2 روز بعد حمله به کروکوس، پاتریارخ کریل در انجمن جهانی خلق روس اظهار داشت که ساکنان روسیه حق دارند که از مهاجران دانستن زبان روسی و احترام به عنعنه‌های خود را طلب کنند. پاتریارخ کریل خاطر رسان کرد که در برخی کشورهای شوروی سابق وضع مشکل اقتصادی حکم فرماست و روسیه همیشه تلاش دارد تا که با کشورهای سابق اتحاد شوروی روابط خوبی همسایگی را برا بماند. اما افزود او روسیه به نوبت خود حق دارد از آنهایی که از این کشورها به روسیه می آیند مناسبت با احترام نسبت به طرز زندگی و فرهنگ خود را طلب کنند. اما در نخستین واکنشش به حمله کروکوس، پاتریارخ کریل گفته بود که دشمنان میخواهند پیروان دو دین سنتی روسیه، مذهب پروسلاوی و دین اسلام را به ضد یکدیگر بشورانند، ولی به این در روسیه نباید راه داد. او گفت سناریوهای گوناگون را با استفاده از عامل‌های دینی و بین قومی به بازی میکشانند. ما این را به صورت واضح در حمله مدهش در کروکوس سیتی هال دیده ایستاده‌ایم، اظهار داشت. رهبر روحانی پروسلاوهای روسیه یادآور میشویم که با اتهام دست داشتن در حمله خونین روز 22 مارت در کروکوس دست کم 17 نفر دستگیر شدند که 15 نفرش از جمله همه 4 متهم اساسی زادگان تاجیکستانند. مسئولیت حمله کراسنogorsk را سازمان تروریستی داعش به دوش گرفت، ولی مقامات روسیه تلاش دارند که اوکراین را به دست داشتن در این حمله عیبدار کنند. تماشابینان عزیز، یادآور میشویم خلاصه مهمترین اخبار تاجیکستان را از پایگاه خبری بامداد تماشا دارید. برنامه را ادامه میدهیم. وزیر کارهای خارجه تاجیکستان سراج الدین موهریدین روز 12 اپریل سال 2024 در سخنرانیش در مجلس شورای وزیران کارهای خارجه کشورهای عضو اتحاد مستقل در شهر مینسک پایتخت بلاروس اظهار داشت که هنگام تفتیش حمله تروریستی 22 مارت در مسکو، مقامات حفظ حقوق باید معیار و پرینسیپ های حقوق بین المللی و طلبات قانونگذاری خود را به خصوص در مورد احتمال بیگناهی، منع شکنجه و مناسبت بیرحمانه رعایت کنند. در این باره بعضی پلیوس از وزارت کارهای خارجه تاجیکستان خبر دادند. سراج الدین موهریدین همچنین ذکر کرد که نمایش نوارهای بازداشت عاملان احتمالی حمله تروریستی روز 22 مارت در مسکو با استفاده از شکنجه علیه آنها غیر قابل قبول است. ارزش اعترافی که با این را به دست آورده شده است به همه معلوم است. به این ترتیب سراج الدین موهریدین از بین اعضای بلندپایه حکومت تاجیکستان نخستین نفر گردید که در سطح رسمی مسئله استفاده شکنجه به ضد تاجیکستانی های متهم به دست داشتن در حمله خونین در کروکوس سیتی هال در کراسنogorsk در کنار مسکو را مطرح کرد. تا کنون درباره در سطح غیر رسمی و بیشتر در بین مردم عادی گفتگوزار بود، نه در سطح رسمی. وزیر خارجه تاجیکستان در سخنرانیش در مینسک همچنین از راه‌اندازی شدن معرکه ضد تاجیکان در این اواخر اظهار نگرانی کرد. در نتیجه یک معرکه اطلاعاتی نادرست نسبت به شهروندان تاجیکستان و تاجیکان تصور منفی تشکیل می‌یابد که به این راه دادن لازم نیست، گفت وزیر خارجه جمهوری. سراج الدین موهریدین افزود که در فضای اطلاعاتی اسنگ تشکل یافتن فضای نفرت، بیگانه‌ستیزی و نژاد پرستی نسبت به شهروندان کشورهای خارجی قابل قبول نیست. وزیر کارهای خارجه جمهوری اظهار داشت که جانب تاجیکستان انتظار دارد که تفتیشات حمله تروریستی روز 22 مارت در مسکو بی‌غرضانه و عادلانه صورت می‌گیرد. همه باید جزا گیرند. سازماندهندگان، عاملان، شریکان و فرمایشگران این جنایت مدهش، تاکید داشت سراج الدین موهریدین. ضمن سخنرانیش در جلسه شورا سراج الدین موهریدین ذکر کرد که تاجیکستان در طول 13 ساله با چالش‌های بی‌سابقه امنیتی روبرو است. به عقیده او ضرورت بی‌تأخیر بلند برداشتن ثمره‌ناکی فعالیت مرکز ضد تروریستی اتحاد دولت‌های مستقل فرا رسیده است. حادثه‌هایی که در افغانستان رخ می‌دهند نه تنها به فضای اتحاد دولت‌های مستقل تاثیر می‌رسانند،
بلکه می توانند به تغییر توازن ژئوپلیتیکی قدرت‌ها در تمام قطعه اوراسیا باعث شوند، تأکید کرد وزیر خارجه تاجیکستان. یادآور می‌شویم روز 22 مارس سال 2024 4 نفر مسلح به تالار کنسرت‌های کراکوس سیتی هال در شهر کراسنوگورسک در کنار مسکو حمله آورده ازدحام را تیرباران کردند. بر اثر تیرباران و سوختار 145 نفر کشته شدند. با اتهام دست داشتن در این حمله دست کم 17 نفر دستگیر شدند که 15 نفرش از جمله همه 4 متهم اساسی زادگان تاجیکستانند. مسئولیت حمله کراسنوگورسک را سازمان تروریستی داعش به دوش گرفت، ولی مقامات روسیه تلاش دارند که اوکراین را به دست داشتن در این حمله حیفدار کنند. روز 11 اپریل سال 2024 در فرودگاه الماتو شهر اسم بزرگ قزاقستان کارمندان پلیس و مرزبان‌های قزاق یک شهروند 32 ساله روسیه را که برای غیر قانونی برای اشتراک در جنگ‌های بیگانه جلب کردن زادگان تاجیکستان در جستجو قرار داشت دستگیر کرده شد. تلگرام کانال پلیس کایزت، کانال رسمی پلیس قزاقستان خبر داد که این شهروند روسیه از فرودگاه‌های ونوک و شهر مسکو به الماتو آمده بود، ولی هنگام تفتیش اسنادش در خط مرز معلوم شد که او از ماه سپتامبر سال 2023 با اتهام به عضویت در گروه‌های مسلح و اشتراک در مناقشه‌های مسلحانه و عملیات جنگی در قلمرو کشورهای دیگر جلب کردن شهروندان تاجیکستان تحت جستجوی بین المللی قرار داده شده است. گفته می شود در حال حاضر دستگیر شده در توقیفگاه قرار دارد و مسئله استرداد او در دست بررسی قرار دارد. پلیس قزاقستان تفصیلات دیگر نداده است. نام نفر دستگیر شده نشر نشده است. معلوم نیست که آیا او شهروند اصلی روسیه است و یا از شمار آنهایی که به تازگی صاحب شهروندی این کشور شدند. این هم روشن نیست که او شهروندان تاجیکستان را باعث زرخرید به جنگ در کدام کشور و یا به صف کدام گروه‌های سلاح به دست جلب کرده است. ولی برخی رسانه‌ها خبر دادند که این شهروند روسیه را شعبه کارهای داخلی نوع اسپیتامین به جستجوی بین المللی داده است. در سالهای 2014-2015 که دوره اوج فعالیت‌های سازمان تروریستی داعش بود، از این نوعیه واقع در شمال تاجیکستان 10 نفر برخی حتی خانه‌خیز همراه پدر و مادر و پیر و زن و فرزندانش به سوریه و عراق به قلمرو به نام خلافت اسلامی که داعش در سرزمین‌های اشغال کردهش اعلام کرده بود کوچیده بودند. در مجموع به حساب مقامات امنیتی تاجیکستان بیش از 2,500 نفر از شهروندان تاجیکستان در سالهای آخر به سوریه و عراق و افغانستان سرزمین‌های قبیله نشین پاکستان رفته به صف داعش و دیگر گروه‌های جنگ طلب پیوستند. پرزیدنت تاجیکستان امامعلی رحمان ماه مارس سال 2024 در ملاقات با خادمان دین خبر داد که در 3 سال آخر شهروندان تاجیک در 24 حمله تروریستی در 10 کشور جهان اشتراک کرده. در عموم در سال آخر بیش از 1000 زاده تاجیکستان در کشورهای جنگ زده کشته شدند. در تاجیکستان عضویت در گروه‌های سلاح به دست و اشتراک در مناقشه‌های مسلحانه و عملیات جنگی در کشورهای دیگر همچون زرخریدی جزا داده می شود. ماده 401 علاوه 1 کودکس جنایتی تاجیکستان برای چنین عملها همچون جزا از 12 تا 20 سال زندان را پیش بینی می کند. تنها در یک هفته گذشته وطن از منطقه اورال 84 مهاجر غیر قانونی را اخراج کردند و جمع مهاجرانی که از اول سال 2024 پرستو و هایولات سوردلوفسک از قلمرو روسیه بیرون کردند به 630 نفر رسیده است. در این باره روز 15 اپریل سال 2024 تلگرام کانال سررسید خدمات فدرالی پرستو و هایولات سوردلوفسک خبر داد شهروندان تاجیکستان، ازبکستان و قرقیزستان در ولایت سوردلوفسک غیر قانونی به سر می‌بردند. آنها برای مردکاری آمده بودند ولی بود و باششان در قلمرو فدراسیون روسیه غیر قانونی بود. آنها را بر اساس ماده 18 کودکس حقوق ویرانکنی‌های مأموری روسیه به ویران کردن قاعده‌های بود و باش عیبدار شناخته نه فقط جریمه بستند بلکه حکم اخراجشان را هم برآوردند. گفته می شود در خبر بنا به اصطلاح خدمات پرستوها این صدا مهاجر تا روز اخراجشان در بازداشتگاه ویژه مهاجران نگاه داشته می شوند. پرستوها آنها را تا خط مرز گسیل کرده به دست مرزبانان سپاریدند. ولایت سوردلوفسک در برابر شهر و ولایت مسکو، شهر پتربورگ، ولایت لنینگراد، ولایت‌های سمر و سرات و چلیابینسک و جمهوری‌های تاتارستان و باشقردستان یکی از سمت‌های عمده سفر مهاجران کاری از آسیای مرکزی به روسیه شمرده می شود.
روز 14 اپریل ریاست پرسته و هوایی ولایت ولگادا نیز خبر داد که در یک هفته آخر تنها از 2 شهر ولگادا 16 شهروند تاجیکستان را اخراج کردند. آنها را برای ویران کردن قاعده‌های بود و باش و بدون پتنت مشغول شدن به فعالیت کاری جریمه بسته، همچنین حکم اخراجشان را برآورده بودند. گفته می شود که پرسته ها این 16 مهاجر غیر قانونی را تا شهر مسکو برده در فرودگاه به دست مرزبانها سپردند. در شناسنامه های این 16 مهاجر تاجیک حکم اخراج هم زدند و آنها برای 5 سال آینده از حق سفر به روسیه محروم کرده شدند. ریاست پرسته و هوایی ولایت ولگادا همچنین خبر داد که از اول سال از این ولایت علاقه 110 مهاجر را برای ویران کردن قاعده‌های مهاجرت اخراج کردند. فشارها به مهاجران، رید و بازداشت‌ها و حالت‌های اخراج آنها از روسیه در پی حمله خونین روز 22 مارس سال 2024 در تالار کنسرت‌های کروکوس سیتی هال در شهر کراسنogorsk در کنار مسکو که دست کم 145 کشته به جا گذاشت بالا رفته است. مسئولیت آن حمله را گروه تروریستی داعش به دوش گرفت. با گمان دست داشتن در حمله 17 نفر دستگیر شدند که 15 نفرش زادگان تاجیکستانند. همه 4 متهم اساسی که مقامات روسیه آنها را عاملان حمله خونین روز 22 مارس می‌شمارند نیز از تاجیکستانند. تماشابینان عزیز و گرامی، این بود مرور به خلاصه چند خبر مهم امروز تاجیکستان. خبر و گزارش‌های بیشتر از تاجیکستان و درباره تاجیکستان و اطراف آن را در سامانه پایگاه خبری بامداد در این نشانه پیگیری نمایید: www.bomdad.com. خوش باشید.